سلام، به کارگاه ابزارمارت خوش آمدید. امروز میخوایم در مورد مینی فرز 9557 HNG محصولی از شرکت ماکیتا که ساخت چین هست و برند ژاپنی و تحت لیسانس ژاپن هست صحبت کنیم. محتویات کارتون محصول رو با هم ببینیم. اول از همه گارانتی 12 ماهه شرکت صنعتی تیوا روی کارتون محصول چسبیده. دفترچه راهنمای فارسی مینی فرز، یه صفحه 115 میلیمتر ساب آهن، دسته جانبی که قابل نصب روی دو طرف مینی فرزه، حفاظ دستگاه و همینطور آچار مخصوص نصب سنگ روی مینی فرز. در آخر خود دستگاه رو میبینید. این مینی فرز 271 میلیمتر طولشه، وزنش هم 2 کیلوه. کلید راه اندازی دستگاه به صورت پله‌ایه، یعنی وقتی که بخوای باهاش کار کنی میتونی ثابت نگهش داری و بعد اونو از کار جدا کنی. قفل کن شفت روی مینی فرز برای باز و بسته کردن صفحه استفاده میشه و همینطور دو تا سوراخ دو طرف دستگاه واسه نصب کردن دسته جانبی تعبیه شده. بولورینگ‌های ضد غبار هم روی دستگاه هست و همینطور یه کابل 2 متری که با کیفیته و به این راحتی‌ها قطع نمیشه. شروع میکنم به راه اندازی دستگاه. اول از همه قاب محافظ رو میبندم که بر اساس چپ دست بودن یا راست دست بودن و زاویه برشی که میخواین انجام بدین حالت متغیر داره. با یه پیچ‌گوشتی 4 سو باید پیچش رو صفر کنیم. خب حالا صفحه رو روی دستگاه میذاریم و با مهرش اونو صفر کنیم. از یه جایی به بعد باید شفت دستگاه رو بگیریم و قفل شه. با استفاده از آچار شروع کنیم به صفر کردن صفحه روی دستگاه. دسته جانبیش هم همونجوری که گفتم توی دو طرف میتونیم جا بزنیم. این دستگاه 840 وات توان داره و همینجور سرعت در حالت بیواریش 11000 دور در دقیقه است. این مینی فرز محصولات مشابه و همرده‌ای از برندهای دیگه داره که میتونیم به محصولات پرطرفداری مثل GWS 915 بوش و همینطور G12 SR4 هیتاچی اشاره کنیم. امیدوارم اطلاعاتی که در مورد این محصول در اختیارتون گذاشتم مورد پسندتون باشه. خداحافظ.